چه بلایی سر مایکل شوماخر اومده؟ سلام، همراه من باشید تا در فکت‌لند به این سوال جواب بدیم. شاید یادتون نباشه، اما 11 سال قبل بود که خبر رسید مایکل شوماخر پر افتخارترین راننده تاریخ فرمول 1 که بعدها این عنوان به لوئیس همیلتون رسید، در حین اسکی تفریحی دچار سانحه شده و به کما رفته. از اون زمان به خواست خانواده اسطوره آلمانی هیچ خبر یا تصویری از اوضاع او منتشر نشد و هنوز هم این جزئیات وضعیت شوماخر مسکوت مانده، تا اینکه هفته گذشته خبر رسید وی در عروسی دخترش شرکت کرده. ستاره 55 ساله و سابق فرمول 1 بیش از یک دهه است که به طور خصوصی با همسرش کورینا در عمارتی در آلپ سوئیس زندگی میکنه و تنها خبری که مخابره شده اینه که اوضاع زندگی ایشون کاملا عوض شده. در اوایل مهر ماه جینا ماری، دختر 27 ساله او، در مراسمی که در عمارت خصوصی خانواده شوماخر در اسپانیا برگزار شد، جشن ازدواج خودش رو برگزار کرد. جالبه بدونید این ملک اشرافی که دارای 2 استخر، سکوی هلیکوپتر و باغ‌های بزرگیه، از سوی این خانواده در سال 2017 از فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید خریداری شده. این مراسم هم در حالی برگزار شد که جمع کوچکی از خانواده شوماخر در اون حضور داشتند و قبل از ورود تمامی تلفن‌های همراه جمع شدند تا خواسته یا ناخواسته عکسی از شوماخر منتشر نشه. نکته عجیب این که حتی رالف، برادر کوچکتر مایکل که ایشون هم قبلا راننده فرمول 1 بوده، کاملا از اوضاع برادرش بی اطلاعه و اخیراً گفته همین که لبخند فرزندان مایکل یعنی مایک و جین و ماریا رو میبینم خوشحال میشم. شاید این یکی از مرموزترین اتفاقات چند دهه اخیر حوزه ورزش باشه که با وجود تلاش رسانه‌ها هنوز هیچ کس از حال دقیق شوماخر خبر نداره. انگار که دیگه ایشون تو کما نیست، اما شدت آسیب دیدگی مغزیش به قدری شدیده که دیدن او در این وضعیت به صلاح نیست.